سپس مؤلف رحمه الله تعالی دیگر قسمت از نوعهای عبادت که این نذر است، نذر کردن ما تاجیکا میگیم که این یکی از بزرگترین نوعهای عبادت به شمار میرود. دلیل آن را قول الله سبحانه و تعالی را میگوید یوفون بالنذر، کسانی که بر نذر خود وفا مینمایند الله آنها را تعریف و توصیف کرد. در اینجا است که مؤلف رحمه الله تعالی بیان نذر را که از نوعهای عبادت است شروع مینماید، اشاره میکند، نشان میدهد که نذر نیز از نوعهای عبادت به شمار میرود و این نذر تنها از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد، نه از برای غیرش. و نذر چی معنا دارد؟ نذر معنای نذر این است که چیزی که بر دوش تو بنده فرض و واجب نیست تو رو بر دوش خود قرار میدی، فرض و واجب قرار میدی. یعنی که یک عملی که بر تو فرض نیست تو آن رو برای خود فرض قرار میدی یا که واجب قرار میدی، که فرض و واجب به یک معنا هستند. بر نفس خود اصلا که بر تو واجب نیست، یک تو نذر کردی که ما همین کار انجام میدیم، اگر این رو کردی الکی که تو باید بر دوش تو واجب میگردد. یکی چیزی است که الله اون رو برای تو واجب نکرده است ولی که خود به خود اون رو واجب قرار میدهی. وقتی این سخن رو از زبان میرانی پس وای برای تو در این حال واجب قرار میگیرد. این نظر این است که یک انسان مکلف چیزی رو که اصلا برای برداشت وی واجب نیست به خود واجب سازد، به خاطر نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی، به خاطر تعظیم الله سبحانه و تعالی. نظر یعنی قصد عبادت می شود، قصد عبادت کردن. از همین سبب تنها از برای الله سبحانه و تعالی وای جایز میگردد، نه از برای غیرش. اگر از برای غیر الله کرده شود این شرک می شود. به مانند چی؟ به مانند اینکه یک انسان میگوید که اگر من فرزندان شوم از برای فلان قبر قربانی میکنم یا که از برای فلان شخص قربانی میکنم، این نظر شرکی است، این رو کردن جایز نیست. برای همین دلیل قول الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ یوفون بالنذر، گفت با نظرهای خود وفا میکنن، به خاطر آنکه این عبادت است. الله در اینجا آن کسانی رو که نظر به نظرهای خود وفا میکنن در این تعریف و توصیف کرد، وصف آنها که با نظرهای خود وفا می‌نمایند اگر نظر کردن نظر درست. و یوفون بالنذر، الله در اینجا وصف کرد مؤمنان را، اولیای خودشان را، صفت آنها را، یکی از صفات آنها را که هنگامی که نظر میکنند با نظرهای خود وفا میکنند است. پس این نشان میدهد که نظر این عبادت است و نظر میشود هنگامی که انسان چیزی را بر دوش خود قرار داد بر او بر دوش واجب بگردد. نظر جایز میشود، نظر ناجایز میشود. یعنی انسان از برای الله نظر مینماید که من قربانی میکنم، از برای الله قربانی مینمایم، خیر صدقات مینمایم، این بر دوش وی لازم میگردد، واجب میگردد که این کار را انجام بدهد، یا که صدقه بدهم، این بر دوش انسان واجب میگردد که این کار را انجام بدهد، این کار را انجام بدهد. به هر چیزی که انسان نظر کرد بر دوشش واجب میگردد. اما اگر نظرش نظر حرام باشد آن را اجرا نمیکند و نظر حرام را کردن جایز نیست. اما نظری که وی مطابق شریعت است وی را حتما باید انسان انجام بدهد. مثلا انسان نظر مینماید که من اعوذ بالله اگه کاری بدی رو انجام میدم، زنا میکنم، دزدی میکنم یا کار دیگر، قصد مینماید، این قطعا انجام دادن این جایز نیست، حرام است. چون رسول الله گفتن که من نذر ان یطیع الله فلیطیعه، اگر هر کس که نظر کرد که الله را اطاعت نماید پس اطاعت کند. گفتن و من نذر ان یعصی، اگر هر کس که نظر کرد که او را معصیت، او را نافرمانی کند پس نافرمانی نکند الله سبحانه و تعالی را. و نظر قسمت دوم نظر مکروه میگویند، قید شده است با شرط. میگوید اگر که بیماری من شفا بیابد من صدقه میدهم، یا اینکه اگر فلان کاری ما شود من صدقه میدهم. اگر این نظر رو انسان کرد، این نظر اگر چنده که مذموم است، یک مکروه است، ناپسند است، اگر این رو کرد هم بر دوشش واجب میگردد. من در امتحان ها اگر پیروز شوم صدقه میدهم یا که بر دوستانم یک آش نهار میکنم، پس این بر دوشش واجب میگردد اگرچه این پسندیده نیست. پیامبر گفتن انما یستخرج من البخیل، گفتن بدل از این از شخص بخیل گرفته میشود. یک انسان خودسرانه یک آش نهار نمیکنه کوخی، یک صدقه نمیدهد کو، چون دشوار است. گفتن که این از شخصی بخیل گرفته میشود، گفتن صلی الله علیه و سلام. و این گونه نظر رو پیامبر مکروه شمردن، چرا که شرط گذاشت. در اینجا شرط گذاشت، شرط صدقه چی است؟ همون کار شدن. شرط نیکی چی است؟ همون کار شدن. پس این رو نظری مکروه میگن، نه که بر دوست انسان اگر این کارو کرد واجب میگرده که با اون اطاعت فرمانبرداری نماید، این آن عمل رو یعنی انجام بدهد. یکی با نظر وفا کردن لازم است، حتمی است. پس نظر فهمیدیم که یکی از نوع‌های بزرگترین عبادت هاست. دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی یوفون بالنذر، به نظر خود وفا می‌نمایند. اما اگر کسی نظر رو از برای غیر الله کرد، نظر از برای قبر کرد، نظر از برای ولی کرد، نظر از برای جن کرد، این شرک است، جایز نیست کردن آن. چون مردمان هستند که میگن اگر که فرزندم شفا بیابد من از برای فلان ولی قربانی میکنم، از برای فلان جن قربانی مینمایم. این اینا بسیار هستند، این شرک است، انسان از دایره اسلام خارج میشود. پس نظر در آخر دو قسم بوده است، نظر محمود که جایز اجرایش جایز است، که واجب میگردد، و نظری مکروه با یگم شرط قیدش میگذاری، یگم شرط قیدی فلان کار شد فلان کارو میکنن. پس این دومش مکروه است، که وفا کردن اون واجب میگردد، وفای آن واجب میگردد. پس این هم چیز لازمی و حتمی است. در همین جا از این قسمت عبادت هایی که مؤلف
رحمه الله تعالی بیان کرد یعنی بعضی از قسمت های عبادتی که از برای الله قرار بگیرن از برای غیرش اینها را صرف کردن این شرک حساب دیده می شود برای ما و شما بیان کرد وگرنه قسم های عبادت زیاد است که در اول کتاب برای ما بیان کرده بود در اول کتاب برای ما بیان کرده بود گفت با مثل نیکویی به پدر و مادر اینم عبادت است حساب دیده می شود و همچنین جهاد در راه الله عبادت است و همچنین نیکویی بر همسایگان بر خشتبار و صدقه دادن دیگر نوعهای عبادت خیلی زیاد است ولیکن در از بزرگترین نوعهای عبادت که اینها را مردم در غیر الله صرف می نمایند اینها را برای ما چیز تاکید نمود چون اینها غالبا در غیر الله سبحانه و تعالی صرف می نمایند صرف می شوند یک کسی را که دعا را از غیر الله طلب کرد از صاحب قبر و از صاحب نمیدونم دیگر چیزا طلب کرد یک کسی را میبینه که کمک را از صاحب قبر از ولی و نمیدونم از کی طلب کرد یک کسی را میبینه که قربانی را از برای غیر الله انجام داد یا یک کسی را میبینه که غیر الله در پیش قبر سجده کرد در پیش شیخش سجده کرد برای همین این نوعهای بزرگترین عبادت را شیخ رحمه الله تعالی برای ما و شمایان بیان تاکید نمود که اینها باید از برای الله صرف کرده بگردن نه از برای غیرش